سلام بیننده عزیز، نوید بامدادی رادیو آزادی است و من طاهری سفر در برنامه امروز پنجشنبه 14 مارس در خدمت شما. شروع میکنیم از وضع هوای امروز که در ختلان نظر به روزهای پیشتر گرم می شود و حرارت در این ولایت تا به 23 درجه می رسد. در ولایت سوخت از جمله در شهر خوجان حرارت از 20 درجه بالا نمی رود. در بدخشان هوا رو به گرمی آورده است و امروز در این ولایت در شهر خاروخ حرارت از 9 درجه هم می گذرد. در شهر دوشنبه و نواحی اطراف آن هوای بهاری معمولی است و در جریان روز خورشید پایتخت تاجیکستان را تا 21 درجه گرم می کند. خب با اجازه شما رو میاریم به خبرهای مهم و خبر اول هم متاسفانه خبری خوش نیست. نیروهای مرزبانی تاجیکستان با نشر یک بیانیه قرقیزستان از جمله رئیس یک محله در این کشور را در سر زدن مناقشه در مرز گناهکار کردند. مناقشه در سرحد تاجیکستان با قرقیزستان در شهر ایسفره در مرز با ولایت بادکند 13 مارس سر زد و در نتیجه آن یک شهروند تاجیکستان کشته شد. نیروهای مرزبانی صبح 14 مارس در یک اظهارات گفتند جانب قرقیزستان برخلاف سازش‌های دو جانبه ساختمان راه کاکتاش اقصای تمدیق را آغاز کرد و این باعث سر زدن نزاع گردید. به قول نیروهای مرزبانی تاجیکستان از طرف قرقیزستان به سوی ساکنان جماعت واروخ که به ساختمان راه مخالفت کردند تیر انداختند. در برابر این مقامات قدرتی قرقیزستان راه ایسفره واروخ را بستند و حرکت نقلیات شهروندان تاجیکستان را قطع کردند. در اینجا به گفته سرحدبانان تاجیک مرزبانان قرقیز دو ماشین گازل را با 30 مسافر تاجیکش گروگان گرفتند. اداره مرزبانی گفت که در مناقشه 11 شهروند تاجیکستان زخم برداشتند و حسین حکیموی 43 ساله کشته شده است. حسین حکیموف به گفته مقامات از تیر تفنگ شکاری شهروندان قرقیزستان جان داده است. نیروهای مرزبانی تاجیکستان در سر زدن حادثه در مرز رازا اوسر و رئیس دهه آقصای ولایت بادکند را گناهکار کرده و او را سرکرده ماجرا نامیدند. با گفته مقامات تاجیک این زن کارش را با مقصد غصب ذخیره‌های سنگ و شغل در نزدیکی دهه خواجه اعلی به راه مانده است. مناقشه اول میان ساکنان دهه تاجیکان جماعت واروخ ایسفره و آقصای تمدیق ولایت بادکند قرقیزستان شروع شده و بعد بسته شدن راه به خواجه اعلی جماعت چارکوه کوچیده است. ساکنان دهه تاجیکان در جماعت واروخ با ضد ادامه ساختمان راهی قرقیزستان در نقطه به گفته آنها بحث برانگیز مرز دو کشور اعتراض کردند. ساکنان طلب داشتند که تا زمان معین شدن خط سرحد بنیاد راه از طرف قرقیزستان باز داشته شود. همان گونه که به گفته آنها جانب قرقیزستان تیر ماه سال گذشته اجازه نداد ساکنان دهه تاجیکان لوله آب کشند. قرقیزستان هفته گذشته به ساختمان راه اقصای تمدیق ادامه داد که از حدود جماعت واروخ ایسفره می‌گذرد. مقامات قرقیزستان هنوز با این بیانیه نیروهای مرزبانی تاجیکستان واکنش نشان ندادند. خط مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان بیشتر از 970 کیلومتر است و تاکنون تنها 504 کیلومتر آن را تعیین و علامت گذاری کردند. در منطقه های علامت گذاری نشده عمدتاً در بین ولایت‌های سوخت و بادکند بارها ساکنان دو طرف مرز برای دسترسی به آب، چراگاه و زمین دست به گریبان شدند. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش نو خود آید به وضع حقوق انسان در تاجیکستان گفته است که حکومت خودکامه تاجیکستان از نظر سیاسی از جانب رئیس جمهور امامعلی رحمان و طرفدارانش نظارت می شود. گزارش روز 13 مارس نشر شد و در آن آمده است که کنستیتوسیون تاجیکستان بسیار حزبی را کفالت می‌دهد ولی حکومت مانع گوناگون اندیشه سیاسی بوده. در دوام سال 2018 نیز همین تجربهش را ادامه داد. در میان مسائل مورد نگرانی در بخش حقوق انسان مؤلفان گزارش وزارت امور خارجه آمریکا به داغ بودن مسئله شکنجه، آزار زندانیان، محبوسان سیاسی، دخالت به حیات خصوصی، بستن سایت‌های خبری، سنزور، میزان بلند فساد، خش و تباربازی و خشونت به ضد اقلیت‌های جنسی تاکید کردند. در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا گفته شده است با اینکه قانون اساسی تاجیکستان استفاده شکنجه را منع می‌کند و در کدکس جنایی برای این جنایت جزا تعیین شده است، خبرهای زیادی درباره شکنجه و بدرفتاری جریان بازپرسی‌ها نشر می‌شوند. در دوام 6 ماه اول سال 2018 به نام دادستانی کل تاجیکستان 37 شکایت از شکنجه وارد شده است که 16 مورد آن را در 3 ماه اول سال
ائتلاف ضد شکنجه ثبت کرده است. و خبر دیگر، مقامات انتظامی تاجیکستان به ضد یک ساکن ناحیه کوشانیان برای تحقیر 2 ناظر راه پرونده جنایی باز کردند. دفتر مطبوعات ریاست امور داخلی دوشنبه روز 13 مارس با نشر یک بیانیه رسمی گفت سیراج الدین نجیموف ساکن 39 ساله ختلان بعد از آن دستگیر شد که ویدیوی تحقیر و دشنام او به عنوان ناظران راه در شبکه‌های اجتماعی بحث زیادی را برانگیخت. در این ویدیو که در ادناکلاسنیکی و فیسبوک نشر شدند دیده می شود که چگونه سیراج الدین نجیموف یک بازرس اداره دولتی اتومبیلی را دشنام‌های قبیح می‌دهد و اکثرا مادر او را. ریاست امور داخلی دوشنبه گفت که این راننده تنگم به طلبات قانونی کارمندان ملیسا اطاعت نکرده است، برعکس آنها را دشنام و تحقیر کرده است. حادثه روز 19 فوریه صورت گرفته و ویدیوش را نیز همان روز در شبکه ادناکلاسنیکی گذاشتند. با گفته ریاست امور داخلی راننده را برای آن دستگیر کردند که قاعده‌های حرکت در راه را رعایت نکرده است. دادستانی ناحیه اسماعیل سامانی برای چنین رفتار که جنایت به حساب می رود روز 27 فوریه امسال به ضد سیراج الدین نجیموف با اتهام تحقیر نماینده حاکمیت پرونده جنایی باز کرده است. برای این گناه در تاجیکستان جریمه بزرگ و بیشتر از 1 سال زندان جزا مقرر شده است. نوید بامدادی رادیو آزادی است و اگر شما هم خبر یا ویدیویی دارید پس به ما بفرستید، ما تحقیق میکنیم. خبر اگر درست بود به شما با جزئیاتش حتما میرسانیم. تلفن های ما برای تماس کد 420 724 053 959 کد 420 724 056 681. تکرار میکنم 420 724 053 959 420 724 056 681. با ایما، واتساپ و یا وایبر یا تلگرام با هر کدامی که خواستید میتونید با ما بنویسید. دادگاه نظامی خوروغ یک افسر نیروهای مرزبانی تاجیکستان را که در صدمه سبب مرگ 2 ساکن بدخشان شد به 7 سال زندان محکوم کرد. یک منبع در دادستانی به رادیو آزادی گفت که حکم دادگاه روز 12 مارس صادر شد و جانب‌ها می‌توانند تا 10 روز آینده از آن به زینه‌های بالایی شکایت برند. در صدمه شب 1 دکبر در شهر خوروغ ماشین افسر نیروهای مرزبانی با مسافرکش تنگم برخورد است و در نتیجه گلستان دولت بیکوه و رابعه ننگردادوه ساکنان ولایت بدخشان به هلاکت رسیدند. بعد از آن 2 افسر بازداشت شدند. مقامات دادستانی خوروغ گفتند که افسر دوم به دلیل نقش نداشتن در صدمه آزاد شد. دادگاه خوروغ الهام یعقوبوف را به رعایت نکردن قاعده‌های حرکت در راه که باعث مرگ شده است گناهکار دانست و به زندان محکوم کرد. صدمه‌های نقلیاتی مرگبار با شرکت کارمندان مقامات انتظامی در گذشته هم زیاد صورت گرفته است و مورد انتقاد جامعه هم هست. رو میاریم به مسائل بین المللی. خبرگزاری رایترز میگوید امریکا میخواهد صادرات نفت ایران را از ماه می تا 20% کم کند و از این ماه از خریداران نفت ایران میخواهد واردات را کم کنند وگرنه بعضی آنها تحریم اعمال می شود. رایترز روز 13 مارس از قول 2 منبع آگاه نوشته است که هدف این است که صادرات نفت ایران را تا کمتر از 1 میلیون بشکه در یک روز کاهش بدهند. به قول این منابع حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نگران است که اگر خرید نفت ایران به یک بارگی قطع شود قیمت نفت در بازارهای جهانی بسیار بالا می رود. با گفته منابع قیمت $65 برای یک بشکه نفت قیمت حداکثری است که دونالد ترامپ آن را قبول دارد. روز 13 مارس یک بشکه نفت در بازارهای جهانی بیشتر از $67 قیمت داشت. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز 12 مارس گفت آمریکا تلاش دارد با فرارسیدن شرایط مساعد در بازارهای جهانی واردات نفت به بازارهای جهانی را از ایران به 0 برابر کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده این کشور را سال گذشته از سازش بین المللی اتمی با ایران که سال 2015 امضا شده بود خارج کرد. بعد از آن تحریمات اقتصادی آمریکا دیگر باره به ضد ایران برقرار شد. و می رویم به عربستان سعودی که در یک معرکه تعقیب فعالان 10 زن سعودی که در یک معرکه تعقیب فعالان 1 سال را بدون عیبنامه در بازداشت سپری کردند روز چهارشنبه به دادگاه آورده شدند. در مرافعه 13 مارس از جمله لوجین الحتول، حتول الفساسی،
عزیزه علی یوسف، ایمان النفجان برای اولین بار با اتهامات به ضد خودشان آشنا شدند. مقامات درباره اتهام تفصیلات ندادند. بازداشت فعالان حقوق زنان سعودی ماه می گذشته شروع شد. نماینده سازمان حامی حقوق امنستی اینترنشنال سما الحدید گفت که چنین به نظر می رسد بعد یک سال بازداشت بدون دسترسی به وکیل مدافع، شکنجه، اذیت و بدرفتاری جنسی، مقامات سعودی می خواهند زنان بازداشت شده را به گناه متهم کنند. در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس، الحدید گفت احتمال زنان را تنها به دفاع از حقوق زنان متهم خواهند کرد. معاون دادستانی کل عربستان سعودی بنا به گزارش‌ها سر و صدا درباره اذیت زنان بازداشت شده را بی‌اساس نامیده است. خب برمیگردیم به تاجیکستان. دادگاه نظامی شهر دوشنبه یک جوان تاجیک را برای سرپیچی از خدمت در صف نیروهای مسلح به 2 سال زندان محکوم کرده است. دادگاه روز 13 مارس با نشر یک بیانیه رسمی گفت که شریف بیگ زولفیقاروف ماه اکتبر سال 2018 بعد از معاینه حتمی طبی و قابل خدمت حساب شدن به صف دعوت شدگان به قرارگاه دعوت شدگان به ارتش برای تقسیم من بعد فرستاده شد. به گفته دادگاه اما او خود را بیمار وانمود کرده و با بهانه‌های گوناگون به قسم نظامی نمی رفت. اما او را روز 8 نوامبر سال 2018 برای ادای خدمت حربی به قسم حربی 42660 مربوط به آژانس تامین اموال مخصوص سفربر کردند، ولی این سرباز تهدید کرده است که اگر او را جواب ندهند خودکشی میکند و حتی آماده است به جای 2 سال خدمت در زندان باشد. دادگاه نظامی میگوید برای چنین رفتار شریف بیگ زولفیقاروف را به سرکشی از خدمت در ارتش گناهکار دانستند و او را به 2 سال زندان محکوم کردند. نظر خویشاوندان و یا وکیل دفاع جوان به رادیو آزادی هنوز معلوم نیست. خب مثل همیشه در پایان برنامه برای آنهایی که امروز میخوان پولی وصل کنند و یا از روسیه به تاجیکستان پول بفرستند قرب سامانی در برابر دیگر اسعار خارجی را یاد میشویم. بر اساس قرب تعیین کرده بانک ملی امروز $1 به 9 سامانی و 43 درهم و 1 یورو به 10 سامانی و 66 درهم برابر است. قرب روبل روسی تغییر نیافته است و اگر پول روسی کار دارید پس 1000 روبل حداقل با 144 سامانی برابر خواهد شد. خب بیننده عزیز، نوید بامداد اینجا به پایان رسید. خبرهای دیگر که در جریان روز میرسند حتما در برنامه خبری امروز به شما خواهد رسید. برنامه مثل همیشه ساعت 5 به وقت دوشنبه شروع می شود و ما را مستقیم در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صفحه آزادی.org تماشا کنید.